به این سوال فکر کردید که چرا چیزهایی رو دوست داریم که دوست داریم؟ چرا یک سبک لباس، یک نوع موسیقی یا حتی یک چهره رو زیبا می‌دونیم؟ ما معمولاً فکر می‌کنیم که اینها انتخاب‌های کاملاً شخصی ما هستن که از اعماق وجودمون میان. اما امروز می‌خوایم با هم یه سفری بکنیم به دنیای افکار یه فیلسوف بزرگ، آدم اسمیت، تا ببینیم چطور فیلمنامه‌های پنهان سلیقه ما رو دیکته می‌کنن. اسمیت بیش از 250 سال پیش یه ایده خیلی جالب رو مطرح کرد. اون گفت ما تحت تأثیر دو نیروی قدرتمند و تقریباً نامرئی هستیم، یکی عادت و اون یکی مد. خب برای اینکه موضوع رو بهتر بفهمیم بیایید با یه معما شروع کنیم. به این سبک لباس یه نگاهی بندازید. یه زمانی این نوع پوشش نهایت ظرافت و شیک پوشی به حساب می اومد. یعنی کسی که این لباس رو میپوشید نماد جایگاه اجتماعی بالا و خوش سلیقگی بود. اما اگه امروز یکی با این لباس بیاد تو خیابون، احتمالاً همه با تعجب نگاش میکنن. شاید حتی به نظرمون عجیب و غریب بیاد. واقعاً چی عوض شده؟ پارچه همون پارچه است. دوخت همون دوخته. پس این تغییر عظیم تو سلیقه ما از کجا میاد؟ حالا این تصویر رو ببینید. این ثبت چیزیه که امروز ممکنه شیک و بروز به نظر برسه. اینجاست که به یه پرسش اساسی میرسیم. آیا این ترجیحات ما واقعاً از درون خودمون نشأت میگیرن یا ما ناگاهانه داریم از یه سری قوانین نانوشته پیروی میکنیم؟ آدم اسمیت برای همین سوالا جوابای فوق‌العاده‌ای داشت که با گذشت قرنها هنوزم تازگی دارن و خیلی چیزا رو برامون روشن میکنن. بسیار خوب، بیایید یه نگاهی به نقشه راهمون بندازیم. اول از همه با اون دو نیروی اصلی که اسمیت معرفی میکنه آشنا میشیم، یعنی عادت و مد. بعد میریم سراغ این که این دو نیرو چطور تعریف ما از زیبایی رو از معماری گرفته تا ظاهر انسان شکل میدن. در ادامه میبینیم که مد چطور با جایگاه اجتماعی گره خورده و در آخر وارد یه بحث عمیق‌تر و جدی‌تر میشیم. اینکه آیا عادت میتونه حتی روی اخلاقیات و حس درست و غلط ما هم تأثیر بذاره یا نه؟ خب برای شروع باید دو تا مفهوم کلیدی رو که آدم اسمیت مطرح میکنه خوب درک کنیم. اولی عادت و دومی مد. این دوتا مثل معماران نامرئی دنیای ذهنی ما هستن. اونها چارچوب‌هایی رو میسازن که ما دنیا رو از داخل اونها میبینیم و قضاوت میکنیم بدون اینکه حتی متوجه حضورشون باشیم. اسمیت عادت رو مثل یه جور چسب ذهنی توصیف میکنه. فکرشو بکنید. وقتی مغز ما به طور مداوم دو تا چیز رو کنار هم میبینه، مثلا یک نوع کت با یک نوع شلوار یا یک نوع مبل در یک نوع دکوراسیون، بین اونها یه ارتباط قوی برقرار میکنه. بعد از مدتی ذهن ما انتظار داره که همیشه اونها رو با هم ببینه. حالا اگه این الگو بشکنه، یه حس ناجور بودن یا نامناسب بودن بهمون دست میده. نه به خاطر اینکه اون ترکیب جدید ذاتاً زشته، نه، فقط به خاطر اینکه ناآشناست و با الگوی ذهنی ما نمیخونه. حالا بریم سراغ مد. مد یه جور دیگه است. به قول اسمیت، مد یه نوع خاص از عادته. تفاوتش اینه که منشأ اون فرق میکنه. مد از تکرار کارهای عموم مردم به وجود نمیاد. برعکس مد چیزیه که از بالا به پایین دیکته میشه. یعنی وقتی افراد برجسته، ثروتمند یا مورد تحسین جامعه کاری را انجام میدن یا لباسی را میپوشن، اون کار تبدیل به مد میشه. پس قدرت مد در تقلید از نخبگانه، نه صرفاً تکرار یک چیز رایج. پس اگه بخوایم این دوتا رو کنار هم بذاریم، تفاوتشون خیلی واضح میشه. عادت مثل یه رودخونه بزرگ و آرامه که به کندی مسیرش رو طی میکنه. اون چیزیه که همه انتظارش رو دارن و بهش خو گرفتن. اما مد مثل یه جریان تند و زودگذره که روی سطح این رودخونه شکل میگیره. عادت به ما حس تناسب میده، یعنی چی به چی میاد، ولی مد حس وقار و شکوه رو القا میکنه. و مهمتر از همه، عادت خیلی کند عوض میشه، اما مد به سرعت با تغییر سلیقه نخبگان جامعه تغییر میکنه. خب، حالا که با این دوتا معمار نامرئی آشنا شدیم، بیایید ببینیم چطور اینا دست به کار میشن و خود تصور ما از زیبایی رو میسازن. اسمیت میگه تأثیر عادت خیلی عمیق‌تر و گسترده‌تر از انتخابای روزمره ماست. اون به خود ریشه‌های زیبایی شناسی ما نفوذ میکنه. ما خیلی وقتا فکر میکنیم که قوانین هنر، مثلا تو معماری و موسیقی، بر اساس یه منطق محض یا یه زیبایی ذاتی و ابدی شکل گرفتن. اما اسمیت با این ایده مخالفه. اون میگه این قوانین در واقع چیزی نیستن جز عادت‌هایی که به مرور زمان تثبیت شدن. ما فکر میکنیم دلایل خیلی منطقی و پیچیده‌ای برای سلیقه هنریمون داریم، در حالی که در واقع فقط داریم به الگوهای آشنایی که مغزمون بهشون عادت کرده واکنش مثبت نشون میدیم.
این یه مثال فوق‌العاده است از معماری یونان باستان. سرستون دوریک اون مدل ساده و محکم بالای ستونه. ایونیک کمی تزیینات حلزونی داره و کورینتی پر از نقش و نگار گیاهیه. خب، یه قانونی وجود داشت که میگفت هر کدوم از این سرستون‌ها به یه ستون با ارتفاع مشخصی تعلق دارن. نکته جالب اینجاست که هیچ قانون طبیعی یا دلیل مطلقی برای این تناسبات وجود نداره. یعنی هیچ کس نمیتونه ثابت کنه که این نسبت‌ها ذاتاً زیباتر از نسبت‌های دیگه‌اند. اما عادت باعث شده بود که چشم یه معمار آموزش دیده اینها را درست و زیبا ببینه و هر چیزی غیر از این براش ناجور و ناهنجار به نظر بیاد. اینجا اسمیت یه نظریه واقعاً شگفت‌انگیز رو از فیلسوفی به اسم پدر بوفیه نقل میکنه. این نظریه میگه چیزی که ما زیبا میدونیم اغلب فقط میانگین ریاضی چیزهاییه که تا حالا دیدیم و بهشون عادت کردیم. مثلا یک چهره زیبا چهره‌ایه که اجزای اون به میانگین چهره‌هایی که ما روزمره میبینیم نزدیکتره. چرا؟ چون این چهره پرتکرارترین حالته و به نظر میاد این همون چیزیه که طبیعت قصد داشته بسازه. هر چیزی که از این میانگین دور بشه به نظر ما عجیب یا حتی زشت میاد. و این مثالها به شکل خیره کننده‌ای نشون میدن که اون میانگین زیبا از یک فرهنگ به فرهنگ دیگه چقدر میتونه متفاوت باشه. چیزی که در یک گوشه دنیا نهایت زیباییه، در جای دیگه ممکنه نقص یا حتی زشتی مطلق به حساب بیاد. مثلا در چین باستان پاهای کوچیک برای زنان نماد زیبایی بود و پاهای بزرگ یک هیولای زشت تلقی میشد. این به ما ثابت میکنه که مفهوم ما از زیبایی طبیعی به هیچ وجه جهانی نیست، بلکه عمیقاً تحت تاثیر عادتهای فرهنگی ماست. بسیار خوب. حالا که دیدیم عادت چطور پایه‌های زیبایی شناسی ما رو میسازه، بریم سراغ مد. همونطور که گفتیم، مد عادتیه که با جایگاه اجتماعی قدرت گرفته. قدرت مد از تکرار صرف نمیاد، بلکه از منبع و سرچشمش میاد. یعنی از تقلید از افراد برتر. حرفی که اسمیت اینجا میزنه خیلی عمیقه. اون میگه این خود اون لباس یا اون شیء نیست که زیبا یا مدروزه، بلکه این ارتباط اون شیء با افراد دارای جایگاه اجتماعی بالاست که بهش ارزش میده. ما به نوعی شکوه و وقار اون افراد رو به لباسی که پوشیدن منتقل میکنیم. ناگهان اون لباس برای ما زیبا و خواستنی به نظر میرسه، حتی اگه در ذات خودش هیچ چیز خاصی نداشته باشه. این چرخه دقیقاً نشون میده که مد چطور کار میکنه. اول یه سبک جدید توسط نخبگان جامعه استفاده میشه. بعد چون این افراد اون رو پوشیدن، اون سبک نماد وقار و شکوه میشه. اما به محض اینکه طبقه متوسط و پایینتر جامعه هم شروع به تقلید میکنن، نخبگان اون سبک رو کنار میذارن تا خودشون رو متمایز کنن و در نهایت وقتی اون سبک کاملا همگانی شد، تمام اون وقار و جذابیت اولیه رو از دست میده و حتی شاید مبتذل به نظر برسه. پس ارزش مد ذاتی نیست، یه جور اعتبار موقتیه که از جایگاه اجتماعی افراد وام گرفته شده. تا اینجا در مورد سلیقه زیبایی و لباس حرف زدیم، اما حالا میخوایم وارد یک قلمروی خیلی عمیق‌تر و شاید کمی نگران کننده تر بشیم. سوال اینه، اگه سلیقه ما در زیبایی انقدر راحت تحت تأثیر عادت و مد قرار میگیره، پس تکلیف قطب نمای اخلاقی ما چی میشه؟ آیا حس ما از کار درست و غلط هم به همین اندازه انعطاف پذیر و شکل پذیره؟ خب، اسمیت معتقده که احساسات اخلاقی ما ریشه‌های عمیق‌تری دارن. اون میگه هیچ عادتی نمیتونه باعث بشه که ما یه ستمگر مثل نرون رو تحسین کنیم. یعنی یه سری اصول بنیادین اخلاقی وجود دارن که به این راحتی‌ها تغییر نمی‌کنن. اما و این اما خیلی مهمه. اون میگه عادت میتونه قضاوت‌های اخلاقی ما رو به روش‌های خیلی ظریف‌تری منحرف کنه، میتونه بعضی احساسات اخلاقی ما رو ضعیف و بعضیای دیگر رو تقویت کنه. این مقایسه‌ای که اسمیت انجام میده رو ببینید. اون میگه در جوامع امن و به اصطلاح متمدن، فضیلت‌هایی مثل مهربانی، همدردی و ابراز احساسات پرورش پیدا میکنه، چون برای بقا نیازی به سرسختی دائمی نیست. اما در جوامعی که با خطر و سختی دائمی روبرو هستن، فضیلت‌ها کاملاً متفاوتن. اونجا خویشتن‌داری، پنهان کردن درد و سرسختی ورچیوهای اصلی هستن و ابراز احساسات نشونه ضعفه. پس می‌بینیم که شرایط زندگی و عادت‌های ناشی از اون میتونه تعریف ما از فضیلت رو کاملاً تغییر بده. اما قدرت واقعی عادت جای خودش رو نشون میده که یه سری اعمال خاص و تکان دهنده رو برای یه جامعه کاملاً عادی سازی میکنه.
اینجاست که ما می‌بینیم عادت چطور میتونه حس اخلاقی طبیعی ما رو به طور کامل واژگون کنه و چیزی رو که ذاتاً وحشتناکه به یه امر روزمره تبدیل کنه. آدم اسمیت برای اینکه قدرت واقعی این نیرو رو به ما نشون بده، استدلالش رو به نگران کننده ترین نتیجه ممکن میرسونه. اون یه مثال تاریخی میزنه که پایه‌ای ترین غرایز انسانی ما، یعنی علاقه والدین به فرزند رو به چالش میکشه. به نظر شما تکان دهنده ترین کاری که عادت میتونه اون رو عادی جلوه بده چیه؟ جواب اینه کشتن نوزادان. اسمیت به عمل رهاسازی در یونان باستان اشاره میکنه. طبق این رسم اگه پدر و مادری به هر دلیلی، مثلا فقر یا حتی ناقص بودن نوزاد، نمیخواستن بچهشون رو بزرگ کنن، میتونستن اون رو در مکانی عمومی رها کنن تا از گرسنگی یا توسط حیوانات وحشی از بین بره. وحشتناکتر این که این عمل نه تنها غیرقانونی نبود، بلکه در میان مردمان متمدن و فرهیخته آتن هم کاملا رایج و پذیرفته شده بود. این جمله به طرز تکان دهنده قدرت وحشتناک عادت رو نشون میده. این عمل اونقدر در جامعه ریشه دوانده بود و عادی شده بود که حتی بزرگترین فیلسوفان تاریخ مثل افلاطون و ارسطو اون رو به عنوان یه ابزار مفید برای منفعت عمومی و کنترل جمعیت توجیه می‌کردن. این نشون میده که وقتی یه عادت فرهنگی به اندازه کافی قوی باشه، میتونه حتی اصول بنیادین انسانیت رو هم زیر پا بذاره و یه عمل بیرحمانه رو کاملاً عادی جلوه بده. بنابراین اگه بخوایم یه نتیجه گیری کلی از حرفای آدم اسمیت داشته باشیم، نکته کلیدی اینه: خیلی از قضاوت‌های ما که فکر می‌کنیم کاملاً شخصی، منطقی و عینی هستن، در واقع چیزی نیستن جز محصول زمان و مکانی که در اون زندگی می‌کنیم. ما فکر می‌کنیم با عقل و منطق خودمون داریم تصمیم می‌گیریم، در حالی که خیلی وقتا ما فقط پژواک عادت‌های جامعه خودمون هستیم. و این بحث ما رو با یه فکر نهایی و خیلی تأمل برانگیز به پایان میرسونه. چطور میتونیم بین منطق و استدلال شخصی خودمون و نفوذ قدرتمند و خاموش عادت تمایز قائل بشیم؟ به باورهای عمیق خودتون فکر کنید. به چیزهایی که درست یا زیبا میدونید. از خودتون بپرسید کدوم یکی از این باورها واقعاً برآمده از تفکر و تحلیل مستقل شماست و کدوم یکی رو صرفاً به این دلیل پذیرفتید که خب همیشه همین طور بوده. این سوالی است که شاید جواب دادن بهش شروع یک شناخت عمیق‌تر از خودمون باشه.